وحشت باشه یا وحشیانه خودمون بگیم؟ وحشت؟ چرا؟ نه آخر چقدر سرد اینجا. این شیشم شکسته، هرچی باد و بوران با خودش آورده تو اتاق. یخ زدم. برای شیشه با بیا درستش کنم دیگه. با این وضعیت برم بیرون؟ آره من خوب نیست. ساعت تمرینه، ملت دارن تمرین میکنن، اما این کارهای مهمتری هم دارن. مثل فکر کردن نه؟ مثل نوشخوار کردن کنسرو فلسفه. من گشنمه. خیلی خوب، ساختار و پرمانانتیک. بیا مرسی، از خوشمزه باشه. مرسی جونه. چقدر شده تو؟ هیچی. میدونی الان دلم چی میخواد؟ هر کی که بیشتر میخوره بیشتر هم باید پس بده. اینجوری نیست. نه دلم دختر میخواد. خب بگیرمش بندازمش زمین، لباسشو پاره کنم. واسه شروع بد نیست. خب بعدش معلومه دیگه. سوالی میکنه. من باید برم. تو اینجا نمیری، تو اینجا نمیتونی بری. بازم خوب بدونی. من هیچی نمیدونم. چرا هیچ وقت نمیشه اون برای دید ها؟ یاد اون روزا بخیر. کاش اون موقع ها بود. چه روزایی؟ من که چیزی یادم نمیاد. میدونی چیه؟ من گشنمه. حالا هم ازت به هم میخوره کثافت لعنتی. مردم دیگه تا حالا فهمیدن. چی رو؟ آره. اونو که دختر آوردیم همه دیدن. خب که چی دفعه اولمون که نبوده؟ اون 3 ماه پیش اومده تو این خونه. از ما هم بیرون نیومده. خودمونم 3 ماه تو این خراب شده ایم. با این آتش خالام که بیشتر 2 روز نمیشه دوام بیاریم. چرت و پرت. ولی شاید از چیزی نمونده. چرا؟ شاید یه چیزی مونده باشه. واسه شاید یه چیزی مونده نه. کجا بود؟ بگرد پیدا میکنی همونجا. همین؟ چی نیست. حالا میگی چی کار کنی؟ همم میپرسی؟ چه ندارم؟ چی رو دونم؟ اینجا چی کار میکنه؟ این لعنتی بگیرش